هممون خوب میدونیم که انگیزه چیزی نیست که قرار باشه همیشه بمونه. بالاخره یه روزی قراره از خواب بیدار شیم و ببینیم حتی حوصله نداریم خودمون از تخت خواب بکشیم بیرون. قراره یه روز ببینیم که دیگه حوصله انجام دادن هیچ کدوم از کارهایی که می‌خواستیم انجام بدیم رو نداریم. با اینکه براشون برنامه‌ریزی کردیم ولی واقعا دیگه حس و حال کار کردن نیست. این دقیقاً همون اتفاقی که توی یک هفته گذشته برای من افتاد و یه سری از کارام عقب افتاد. اما امروز تو این ویدیو میخوام بهت 4 تا قانون بگم که به من کمک کرد با وجود نداشتن انگیزه و حس و حال کار کردن باز کارامو انجام بدم. پس اگر دنبال همچین چیزی هستی ادامه ویدیو رو از دست نده. سلام، من علیم و خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوب من. تو این چنل میخوایم در مورد بهره‌وری، برنامه‌ریزی، مدیریت زمان و چیزای مدلی صحبت کنیم، اما قرار نیست بشینیم همدیگر رو نصیحت کنیم. میخوام اینجا دقیقاً هر چیزی که به خودم کمک کرده رو با شما هم به اشتراک بذارم. پس اگر از این ویدیو خوشت میاد یادت نره که چنل رو سابسکرایب کنی که بقیه ویدیو رو از دست ندی و اگر از این ویدیو هم خوشت اومد یادت نره که حتما اون رو لایک کنی. بریم سراغ ویدیو. به عنوان آدمیزاد خیلی طبیعیه که یه روزایی پیش بیاد که انگیزه نداشته باشیم. صرفاً هم قرار نیست حتما اتفاق خاصی افتاده باشه. نه، آدمیزادیم. ممکنه بعضی روزا هورمونای بدنمون بالا پایین بشه. ممکنه بعضی از روزا یه سری اتفاقا بیفته که شب یکم دیرتر بخوابیم و فردا صبح خسته تر باشیم، یا بنا به دلایلی یه مدت تغذیه خوبی نداشتیم و حالا سطح انرژی کلی بدنمون خیلی پایینه. برای همین این اصلا غیر طبیعی نیست که یه روزایی خسته باشی، یه روزایی مثل همیشه انرژی نداشته باشی و اون انگیزه رو نداشته باشی. این کاملا طبیعیه و خیلی هم اوکیه. آدمیزاد سالم این شکلیه. ولی اگر ما بخوایم کارهامون رو بر اساس بودن یا نبودن انگیزه انجام بدیم درگیر همون چیزی میشیم که بهش میگن فعالیت کوسینوسی. یه روزایی خیلی خوب کار میکنیم و یه روزایی هم کلا هیچ کاری انجام نمیدیم و به همه کارامون نمیتونیم برسیم. توی همچین شرایطی باید چی کار کرد؟ خب من توی همچین شرایطی برای خودم 4 تا قانون گذاشتم که بهم کمک میکنن تحت هر شرایطی بازم کارامو انجام بدم. قبل از اینکه بخوایم 4 تا قانون منو بهتون بگیم، قبلش باید در مورد این صحبت کنیم که چرا اینقدر سختش بگیریم. قانون گذاشتن دیگه برای چیه؟ خب اهمیت این موضوع برای وقتایی مثل همین مثالیه که زدم. خب وقتی آدم انگیزه داره، حالش خوبه، پر از انرژیه، خب خیلی راحت‌تر و با استکاک کمتری کاراشو انجام میده. ولی اون یک هفته 2 هفته‌ای که یهو انگاری دیگه هیچ اثری از انگیزه نیست، چی؟ یعنی هر بار که پیش اومد 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه کلا کارمون رو بذاریم کنار. خب نه، من دقیقاً برای همچین روزایی برای خودم 4 تا قانون گذاشتم که بهم کمک میکنن همچنان کارهامو انجام بدم و برای رسیدن به اهدافم کارهایی که لازمه رو انجام بدم. حالا این 4 تا قانون چیه؟ میریم سراغ قانون اول. قانون اول، خیلی دلم میخواست میتونستم الان اتاقمو نشونتون بدم ولی از اونجایی که چیز خاصی نداره همینقدر راضی باشین و من صرفا براتون توضیح میدم. یه زمانی بود که هر چیزی که توی اتاق من بود سر جاش نبود و اتاق بیشتر شبیه طویله بود تا یه اتاق. اما چه اتفاقی میافتاد؟ همه چی به هم ریخته بود. البته اولش که به هم ریخته نبود، کم کم به هم ریخته میشد. وقتی هر چیزی رو برمی‌داشتی و بعد که کارت باش تمام میشد صرفا پرتش میکردی یه گوشه. و آخر هفته ها مجبور بودم نصف روزم رو بذارم که صرفا دوباره از اول اتاقم رو مرتب کنم. و خب به نظرم این خیلی رو مخ بود. یعنی یه نصف روز کامل رو من صرفا باید میذاشتم برای جمع کردن به هم ریختگی که خودم درستش کردم. برای همین به این فکر افتادم که بیام از همون اول جلوی این اتفاق رو بگیرم. چجوری؟ با قانون 2 ثانیه. قانون 2 ثانیه میگه که اگر یک کاری انجام دادنش کمتر از 2 ثانیه طول میکشه همون لحظه انجامش بده و به بعدن موکولش نکن. مثلا همون لحظه که ناهارتو خوردی و تموم شد، شستن ظرفاش مگه چقدر زمان میبره؟ خب میتونی همون لحظه ظرفا رو بشوری و تر و تمیز همه چی تمام میشه میره. اما اگر این کارو نکنی، آخر شب بعد از خوردن تمام اون وعده‌های غذایی تو، نمیدونم چایی و فلان و فلان، یه عالمه ظرف کثیف داری که باید کلی وقت بیشتری بذاری تا اونا رو تمیز کنی و خیلی وقتا هم این کارو نمی‌کنیم و این کار میفته به فردا و روز بعدش و روز بعدش و در نهایت یه عالمه ظرف کثیف مونده که تو باید 3-4 برابر چیزی که واقعا لازم بود وقت بذاری که اونو تمیز کنی و جمع و جورش کنی. اما خوبی قانون 2 ثانیه اینه که این کارهای کوچیک کوچیک که اگر انجامشون ندی رو هم میشن و بعدن باید خیلی بیشتر از اون چیزی که لازم بوده براشون وقت بذاری رو
جلوشو میگیره. البته 2 ثانیه خب خیلی عدد کمیه، ولی خب شما میتونید عدد خودتون رو تنظیم کنین. مثلا برای من 5 دقیقه است. اگر قراره 5 دقیقه طول بکشه و یه کاری رو انجام بدم و این صرف 5 دقیقه وقت در آینده قرار باشه نیم ساعت 1 ساعت وقت منو نگه داره برام، خب من همون لحظه انجامش میدم و دقیقا همین جوریه که الان اتاقمو تمیز نگه میدارم. هر چیزی که برمیدارم و همون لحظه مرتب میکنم، میذارم سر جاش که دیگه همچین اتفاقی نیفته. بریم سراغ قانون دوم. قانون دوم قانون 2 روزه. یعنی چی؟ یعنی اجازه نداری 2 روز پشت سر هم یه کاری رو بپیچونی. مثلا امروز انرژی ندارم، حال و حوصله ندارم، واقعا هم نیاز به استراحت بیشتری دارم و نمیخوام یا نمیتونم برم باشگاه. خب اگر امروز من گوش به حرف این احساسات و این فکرام دادم و استراحت کردم و به قول خودمون باشگاه رو پیچوندم، فردا دیگه اجازه ندارم این کار رو انجام بدم و فردا واقعا باید برم باشگاه. حالا این قانون رو میشه روی همه کارا انجام داد و قاعده کلی اینه که 2 روز پشت سر هم اجازه نداری یه کاری رو به عقب بندازی. فایده این کار چیه؟ فرض کنیم که شما یک کاری رو به صورت مستمر انجام میدید، مثل باشگاه رفتن، مثل ضبط ویدیو یوتیوب، مثل ضبط پادکست. راستی این وسط بگم که من توی یک نرم افزار کست باکس یه پادکست هم دارم که لینکش رو براتون توی کپشن میذارم، اگر دوست داشتی میتونی یه سر به پادکست هم بزنی. آره، خلاصه تو داری کارهایی رو به صورت مستمر انجام میدی و این بین یه مدتی پیش میاد که تو انگیزه قبل رو نداری، نظم قبلی رو نداری و میندازی کارا رو هی عقب. چه اتفاقی میفته؟ یه جورایی تو عادت کردی که به صورت مستمر این کار رو انجام بدی، انگاری در جریان کاری آماده، یه روتین شده برات و اون وسط یه چیزی میاد و این روتین رو به هم میزنه، یه چیزی مثل بی‌انگیزگی. قانون 2 روز بهت کمک میکنه که کاملا بیخیال اون روتین نشی، صرفا 1 روز به خودت استراحت بدی و بعد دوباره برگردی سر کارت. مطمئنا همتون اینو دیدین که وقتی در جریان یه کاری قرار میگیری و قشنگ داری انجامش میدی، با اون کار یکی شدی و یه چیزی مزاحمت بشه، این که دوباره برگردی سر همون ذهنیت و همون بهره‌وری قبلی یکم بیشتر طول میکشه. و خب برای اینکه جلوی خراب شدن این روند رو بگیریم، از قانون 2 روز استفاده میکنیم. قاعده کلی اینه که 2 روز پشت سر هم چیزی رو نپیچون. بریم سراغ قانون سوم. حالا فرض کنیم که شما از اون رونده در اومدین و حالا شروع کردن دوباره یه کار براتون خیلی سخته. یا اصلا فرض کنیم شما میخواید یه کاری رو تازه شروع کنید، ولی هر چی بهش فکر میکنید، هر چی برنامه ریزی میکنید، شروع کردن کار سخته. یعنی عملا فقط مونده شروع کنید ولی هیچ موقع شروع نمیکنید، دقیقاً به خاطر فرسایش اولیه‌ای که اون شروع کردن ممکنه داشته باشه. اینجا از چه قانونی استفاده میکنیم؟ قانون 5 دقیقه. برای اینکه ذهنمون رو بندازیم توی روند اون کار. مثلا برای من خیلی وقتا این موضوع بحث ترجمه کردنه. به عنوان یه مترجم بعضی وقتا شروع کردن یه ترجمه خیلی سخته. یعنی اینکه بشینی پاش و ادامه بدی خیلی راحته ولی نکته ماجرا اینه که بشینی پاش، شروع کنی به کار کردن. قانون 5 دقیقه میگه که فقط 5 دقیقه یه کار رو انجام بده. اگر تونستی بعد از اون 5 دقیقه کار رو ادامه بدی که خب ادامه میدی، اگر نتونستی خب بیخیالشو میذاریش برای یه وقت دیگه. و نکته جالب اینه که 90% مواقع به خودت میای و میبینی نیم ساعته داری کار میکنی و اصلا به فکر این که اون 5 دقیقه تموم شده نیستی. یا بعضیا ممکنه آلارم بذارن که بعد از 5 دقیقه زنگ هشدار بزنه و بفهمن چی شد و میبینن وقتی زنگ میخوره دیگه دلشون نمیخواد کار رو بیخیال شن و خب ادامه میدن. این 5 دقیقه دقیقاً چه کاری برای شما میکنه؟ وقتی شما میخوای یه کاری رو شروع کنی یا برگردی سر یه روندی و از اول یه کاری رو کنی، یه سری مانع ذهنی برات وجود داره. اون شروع سخته توی ذهنت، این که صرفاً بخوای بشینی و شروع کنی کلی بهونه با خودش میاره. این 5 دقیقه صرفاً انگاری داره به تو اثبات میکنه که ببین تمام این بهونه ها و تمام این مانع‌های فکری الکی و بی خودن و تو همین که شروع کنی میتونی کارتو ادامه بدی. و مورد دومش هم اینه که ذهن تو توی اون روند کار قرار میده. به عنوان مثال همون بحث ترجمه کردن. صبح که از خواب بیدار میشی کلی فکر داری، کلی حواس پرتی داری، هی دلت میخواد بری سمت گوشی و واقعا اون ذهنیت یه مترجمو نداری. حداقل من این شکلیم.
و این 5 دقیقه بهم کمک میکنه که خودم رو بندازم توی مود یک مترجم و بشینم ترجمه کنم. البته کارهای دیگه هم میشه کرد که خب اینا جزء روتینایی حساب میشه که تو به خاطر اون کار و هدفت برای خودت میسازی و بعداً توی ویدیوی دیگه در مورد روتینا و ساختن روتین هم صحبت میکنیم. ولی خب قبل از انجام دادن کارا تو میتونی یه سری کار دیگه انجام بدی که بهت کمک کنن وارد اون مود کاری که میخوای انجام بدی بشی. مثلا من باز ترجمه رو مثال میزنم. روزایی که صبح باید ترجمه کنم و شروع کنم به خوندن و نوشتن و اینا، برای اینکه ذهنم رو آماده کنم برای این کار، 1 ساعت قبل از اون زمانی که تعیین کردم برای شروع کارم کتاب میخونم یا مینویسم. چرا که هم خوندن هم نوشتن یه جورای بخش خیلی زیادی از ترجمه رو تشکیل میدن و انجام دادن هر کدومشون ذهن منو میندازه روی حالت مترجم بودنم و این بهم کمک میکنه که راحت‌تر کارم رو انجام بدم. نظرتون چیه؟ به نظرتون قانونا به درد میخورن یا نه؟ نظرتو برام کامنت کن. بریم سراغ قانون 4. خب قانون بعدی قانون بنویسمشه. ذهن شما موقع برنامه‌ریزی و نوشتن اون استپا و کارهایی که باید انجام بدید خیلی بهتر عمل میکنه، اما وقتی وارد کار میشید سردرگمیش زیاده. یا مطمئنم همتون این اتفاق براتون افتاده که موقع فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن همه چیز خیلی داره عالی پیش میره، همه چیز خیلی خوب داره پیش میره، وقتی وارد عمل میشید باز دوباره سردرگمید. یهو یادتون نمیاد می‌خواستید چیکار کنید یا بعضی از جزئیات رو فراموش کردید، یا وقتی کارا رو انجام میدید آخر کار یهو یادتون میاد که فلان کارم می‌خواستم بکنم ولی نکردم. بذارین یه مثال دیگه بزنم. همیشه وقتی که میخوام ویدیوهای یوتیوب رو ادیت کنم همین اتفاق میفته. یعنی میشینم کلی وقت میذارم ادیت میکنم و تموم که میشه یهو یادم میاد میخواستم از فلان عکس استفاده کنم، میخواستم از فلان افکت استفاده کنم و یادم میره همه اینا رو. خب چی کار میشه کرد؟ یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که واقعا هر کاری که میخواید بکنید رو بنویسید. حالا بعضیا دوست دارن مثل حالت یه متن بنویسنش، بعضیا دوست دارن چک لیست بنویسن. هر کدوم از این کارا رو که انجام بدی خوبه. نکته اینه که توی فکر کردن تو یه عالمه جزئیات و ایده به ذهنت میرسه که ممکنه همشون خیلی خفن باشن و واقعا حیفه که از دست برن. برای همین مینویسیشون که یادت نرن. مورد دوم بحث تر و تمیز کردن ذهنه. واقعا ذهن ما خیلی ذهن شلوغ پلوغیه، همیشه پر از فکره، پر از ایده است، پر از تحلیل و بررسی گذشته و آینده و زمان حاله. و یکی از خوبیای نوشتن اینه که نظم و ساختار میده به همه این قاراشمیش فکری. پس بهتون توصیه میکنم بنویسینش. یکی از کارهایی که من انجام میدم بحث بولت جورناله. میتونین ایدهاتون و فکراتون و خلاص هر چیزی که میخواین توی یه سررسیدی بولت جورنالی چیزی بنویسید که بعداً بتونید برگردید و مرورشون کنید و ببینید چه ایده هایی داشتید. اما برای اونایی که میخوان چک لیست بنویسن یا یهو نوت برداری کنن، یه نرم افزار هست که خیلی دم دست فیلتر نیست، ایران رو هم بند نکرده، که اون هم نرم افزار گوگل نوتسه. من خودم تازه دارم ازش استفاده میکنم ولی خیلی بهم کمک کرده. ممکنه بیرونم کافه نشستم یهو یه ایده برای یه داستان، یه مقاله یا حتی یه ویدیو یوتیوب به ذهنم برسه و همون لحظه توی گوشیم مینویسمش. حالا فرض کن میام خونه و میبینم گوشیم شارژ نداره. بعد 1 ساعت گوشی بزنم به شارژ تا بتونم به نوتام دسترسی داشته باشم دیگه. خب نه، خوبیش اینه که گوگل نوتس هم روی اندروید نصب میشه و هم روی ویندوز و خوبیش اینه که در لحظه که شما مینویسید اینا رو با هم سینک میکنه و دفعه بعدی دقیقاً میتونید به همون نوت از طریق کامپیوتر یا لپتاپتون دسترسی داشته باشید و خیلی هم نرم افزار ساده‌ای، پیچیدگی خاصی نداره که اصطلاحاً یاد گرفتنش سخت باشه. بهتون پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید. این بود از قانون 4. بریم سراغ بقیه ویدیو. اینا 4 تا قانونی بود که به من کمک میکنه توی وقتایی که انگیزه ندارم و انرژی قبلی رو برای انجام دادن کارام ندارم باز بتونم کارامو پیش ببرم که کاری روی زمین نمونه. آخه خیلی وقتا بحث زمانم هست، یعنی اگر آدم زمان آزادی داشته باشه بعد نمیدونم اگر اینجور موقع واقعا یکم به خودتون استراحت بدین، چون یه مدت طولانی شما کار کردید، با برنامه‌ریزی سفت و سختتون پیش رفتید و حالا بدن و ذهنتون حق داره که یه مقدار خسته باشه. پس اگر وقت دارید پیشنهاد میکنم حداقل یه روز 24 ساعت به خودتون یه استراحت بدید تا بدنتون دوباره شارژ شه و واقعا خودتون از کار کردن و انجام دادن فعالیت‌ها زده نکنید.
بهره وری خیلی خوبه، ولی یادمون نره که ما همه این کارا رو میخوایم انجام بدیم که یه بهره از زندگیمون هم ببریم و قرار نیست با کار کردن خودمون رو خفه کنیم. ولی خب متاسفانه بعضی وقتا کارا ددلاین دارن و باید تا سر یه موعدی انجام بشن، مخصوصا تو دنیای آدم بزرگا. برای همین اینجور مواقع این قانونا میتونن خیلی بهمون کمک کنن. شما چه قانونی استفاده میکنین؟ اینا 4 تا قانون من بود. اگر تو هم از قانون خاصی استفاده میکنی برام توی کامنت ها بنویس. دمت گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودی. یاد نره دکمه لایک رو بزنی، یه سر به بقیه ویدیوها بزنی و اگر از این ویدیوها دوست داری به چنل سابسکرایب کنی که بقیه ویدیوها رو از دست ندی. تا ویدیو بعدی فعلا.